اومدیم که یک سری کارهایی رو انجام بدیم. آره خوشحالم. همیشه توی سوشال مدیا یه سری چیزهایی رو میبینیم و واقعا دیگه هممون بچه‌ها دیگه ما بگیم این چه آشغالیه، این چه شعر بگه. مگه میشه از روی گشادیمون نمیریم انجام بدیم. یعنی خیلی اوقات شده که میگیم این چقدر باحاله ببینیم میشه یا نه، بعد ولش کن اسکرول میکنیم میریم بعدی. ولی من و نیما امروز گشادی‌ها گذاشتیم کنار. آره. تصمیم گرفتیم همه اونا رو انجام بدیم. الان قراره یه سری آزمایش‌های کوچولو که من همیشه دوست داشتم انجام بدم و همچنان گشادی میگرفت که انجام بدم و الان انجام بدیم و یه سری لایف هک هایی وجود داره. لایف هک که با خودمون میگفتیم که بابا چه حال داره اینو انجام بدیم. اصلا چه دردی اسمش فقط لایف هک. آره. زندگیمون رو قرار نیست ساده کنه، قطعا قراره برینه به معمولا لایف هک ها همینجوریه، فقط باعث میشه که چقدر باحاله. هیچ تأثیری تو روال زندگیت نداره. پس سریعتر حاضری بریم سراغشون؟ من خیلی ذوق دارم. مثلا اولیه چیه؟ الان بهت میگم بریم. بزن بریم. خب ببین عزیزم، اولین قسمتی که قراره تخم مرغ بخوری. تو چرا دهنتو وا کردی؟ چون احساس کنم قراره تخم مرغ بخوریم. نه احساس میکنم واسه یه چیزی دیگه دهنتو وا کردی. بچه‌ها به نظرم نگیم الان. اولین حرکتی که دوست داریم بزنیم، من همیشه واقعا دوست داشتم بدونم که یه همچین چیزی میشه یا نه. میگن تخم مرغو نمیتونی بشکنی توی شرایط خاص. باورت میشه؟ توی شرایط خاصی. الان بهت میگم مثلا تو ذهنت میتونه باشه که آقا یکی بهت بگه یه تخم مرغ نمیتونی بشکنی، تو اصلا تو کتت میره. همین نقطه رو با یه ضرب همه رو با هم بشکنم. آفرین. ولی توی شرایط خاص نمیشه. چه شرایط خاصی؟ این که از بالا و پایین فشار بدی و این نمیشکنه. اینو من شنیدم. الان میخوایم تستش کنیم. حله؟ ببین مگه دست خودشه. من احساس میکنم شاید واقعیه. چون ما تخم مرغ چرا این رنگی رفتی تخم مرغ قوی خریدی؟ بعد چه ربطی داره تخم مرغ عادی چرا نخریدی خب؟ یارو هم گفتم تخم مرغ تخم یعنی فرقی نمیکرد. مثلا چرا تو ویدیویی که دیدی اونجوری نبودی بگی این تخم مرغ اینجوری نمیشه. آقا تخم من تو نداره، با تخم خودم با تخم مرغ خودم هم چیکار کنی فکر کنم نشه. بریم. بابا جواب بده دیگه، بریم. چیکار داری میکنی آجی؟ چیکار داری؟ یکی میخواد اینو لایف هک کنه. تو خودت سبک زندگی. بابا این روزنش یکم خیلی گنده بود. آقا من رفتم. بچه‌ها میگن از بالا و پایین فشار بدی نمیشه. عجیب پشما. با یه دست یه فرق. فعلا یه دست بریم اصلا میشه یا نه؟ حاجی چه باحاله. من فکر کردم گوه میخوره. حاجی یارو بدنساز اینقدر هیکل بودش فشار میداد نمیشکرد. یه تخم کوچولو. حاجی نمیشکنه، دارم بدجور زور میزنم. با دو دست بزنی؟ آره برو. نمیشه. هشو هر چیزی رو شموش خالی کردم. قدرت باشه نمیشه حاجی. باشه بیا بغل تست کنیم. قدرت خدای تخم کوچولو. تونستم. خب خره نفهم باید بری بگی رو لباس ما. بچه نیما واقعا گاوا. گوسفند. بچه‌ها جلواره جو. خب اب نره بچه‌ها. متوجه شدیم که این لایف هک واقعا این آزمایش واقعا اوکیه. من از بغل شکوندم. تو یه گاوی. من از بغل شکوندم. تو یه گاوی. گاو نمیتونه تخم مرغ بشکونه. تو فراتر از یه گاوی، یه گاو ویژه‌ای. بچه‌ها ما اینجا رو تمیز بکنیم بریم سراغ بعدی. ابله خب بیا رو میز. خب بچه‌ها ما اینجا تمیز کردم. بعد از این ترکاری که آقا نیما در آورد دقیقاً رو من رو موم ریخ، رو شلوارم ریخ. نیما می‌خواست بره لباسش عوض کنه نذاشتم. بابا کل که یه بره من تخم مرغیه. من یادگاره. بدبخت اینا میمونه. خاطرات اینا میمونه. الان بذار من ترکاریمو درارم. چی؟ ترکاریمو درارم. در بیار. این ترکاری آفرین چه ترکاری خوشمزه. خب فقط چیکار بچه آناناس به نظر من خیلی میوه به درد بخوریه. هم خوشگله، هم چوسیش پره، هم خیلی خوشمزه است، هم آبش خوشمزه است، هم خودش خوشمزه است. کاشف به عمل اومده که پوستش هم خیلی به درد میخوره. گوش بده. پوستش من شنیدم آدم خاره، گوشت خاره. باورت میشه؟ آره نیما رو میخوره. نه جدی دارم میگم. آناناس گوشت خاره. آره یکم از دیدی میخوری یه ذره دهنت دیدی. آره میگن گوشه لپت بذاری 5 دقیقه بعد مثلا لپت تو سوراخ ممکنه بکنه زخم میکنه، اسیدیه. نه آره یکم اسیدیه. مثل لیمو دیگه داداش. آفرین. نه این خیلی قوی تر از لیموه. آره بیا رو تو تست کن. نه من آب آناناس چون خیلی دوست دارم زیاد میخورم هی یه جوری میشم. کرمتو ریختی؟ آره واقعا. خب الان آماده ای؟ آره اوکی. بریم انجام بدیم. چیکار می‌خوای بکنیم؟ پوست آناناس میگن آتیش نمیگیره.
یعنی میسوزه بالاخره اول آخر ولی خیلی مقاومه. احتمالاً به خاطر اینه که آب داره، میدونی؟ هر چیزی که آب داره مقاومه. نه مثلا هلو به نظرت واقعا مقاومه؟ نه ببین این آبداریه که مثلا اسفنج زودتر میسوزه، اسفنج خیس زودتر میسوزه یا اسفنج خشک. نه حاجی دریوری میگی خب. آره میدونم، بذار تست چه کنیم. ربطی داره؟ بیا تست کنیم. خب الان چیکار داری میکنی؟ الان اول اینشو بکنم. نه من توی فیلمی دیدم. اون فیلمو نبین. دقیقاً اینجوری بود. بعد پوست اینو به شیوهی ببریم که سالم درات. چجوری باید این کارو کنم؟ کنم خرابه. نمیدونم. حالا آناناس پوست کندی جدی؟ نه. منم نه. مثلا آناناس سال نخریدم. فقط یه بار مامانم پوست کند برام خوردم، باقیش هم کمپوت یا آبشو خوردم. ببین میگم بزن روی این. نه اینو بده من. یه چیز دیگه بود. یوتیوب نیما ایز اوکی. یعنی چی؟ چاقو دستت میگیری تن ما میلرزه. This is safe YouTube, yes, you know. فکر نکنم یوتیوب. اینو حالا ادامه بدی انگشتت اینجاست به من میگی اون وقت نیما ایز اوکی. اوکی. نیما ایز نوکی. این اصلا چجوری چیکار داری میکنی بابا؟ دیگه میوره که دیگه باید بتونی پوست بکنی. ماشاءالله. به حاجی چقدر آب داری. من عاشق این لایف هکم. یه شطوری ببریم بخوریم. آره. بیا یه شطوری ببریم. میخوای پوستشو چیز بکنی؟ آره. پوستشو اینشو کار نداری؟ نه. یه قاشق بیار. فیلم برای یه قاشق لطف می‌کنی ممنونم. بوز. پوستشو مگه نمیخوای؟ خب یه جوری بخور ما هم بخوریم. من پوستشو برات در میارم. داری میریزه رود دوباره. اب نره. فکر کنم اولین کسایی هستیم که داریم آناناس رو به شیوه هندگونه و طالبی میخوریم. ما اینو توش خالی کنیم الان میایم. باریکلا. فکر کنم راههای دیگه‌ای بود برای که آره پوستشو بزنم. قطعاً بود. میدونم. من خب ما همیشه راههای خودمون رو داریم. پوستشو نخور دیگه حالا داداش. من میخوام تمیز برات در بیارم. آها قشنگ صاف. بچه‌ها ما دوریز خیلی اینجا کم داریم. نیما همه چی رو میخوره. توی برای جدی میگم واقعا. بود لاستیک. بعضی وقتا میریم تو طبیعت میگیم نیما حالا همه رو نخور بذار به این حیونا هم یه چی برسه. آشغال که میری تو طبیعت نباید بریز جلو من. آجی الان اینجای صورت هم احساس میکنم داره میخوره. نخور دیگه. به نظرم دیگه نباید بخوری. بچه‌ها ما پوست اینو میکنیم ادامه میدیم. بیا. یه ذره ریخ رو شلوارت اونجا رو نمیخوره؟ بودو سنتشو خالی کن. لا اله الا الله. خب بچه‌ها به ما پوستشو کندیم. به خیلی حرفه‌ای ترین شیک و حالت پیک. ممکن تراشیدیمش. بله. الان دیگه رسیده به یه پوست نازک. من به نظرم چون تو میخوای؟ ایده تو بوده بیا رو پوست تو استفاده چیز بکنیم. ببینیم داداش تو میسوزی لازم یا نیست نه. حالا رو پوست من استفاده کنیم. چرا دیگه ببینیم کار میکنه یا نه. خب باشو همینجوری میزنیم. نه آره. نه بیا یه دستی ببینم بزنیم این رو پوستت. بابا بی خیال. چرا حالا اومدیم و این مثلا سوخت؟ آها تو غلط میکنی همچین لایف هک میاری. آقا من چه میدونم من دارم ببینم این لایف هک واقعیه یا نه اینکه بیام رو خودم کار کنم که بده من اون چیزه به درتون نه نمیخوره. دستو بکش بابا ببینیم بابا. خب گوشی نیوادو بده. گوشی نیوادو میخوای چیکار؟ گوشی بزنیم زیرش آتیش بزنیم این گوشی سالم میمونه یا نه. بیا همین دستمون رو بزن. بیا برو یه عروسک بیار رو اوکیش میکنه. بیا همین دستمال کاغذی آقا اصلا بیا دستمال من خاک تو سرت کنم آقا. حتما باید یه بلایی سر یکی بیاری. بیا همینجوری ببینیم میسوزه یا نه. بچه‌ها این سوزه این یادتونه. میخوایم یه دونه هم اینجا بزنیم. دست خر بده من. بچه‌ها لطفا تو خونه اصلا آزمایش نکنید ما اسکلیم که تو خونه داریم آزمایش شما تو خونه اصلا آزمایش نکنید. برو بریم. به که داره میسوزه. خب نه شاید نفوذ ناپذیره. ببین آتیشو داره پخش میکنه. سه عمود بزنم. فکر کنم تاثیر داره واقعا. الان میمیری. وایسا زیرشو ببینیم. اما الان که چیزی نشده. زیرش واقعا دستمال سالم قشنگ. آره اصلا زیرش هم هنوز نسوخته. برو مونده. بدو. بو بلال میاد. کری نمیشنم چی میگن. چیکار کنم بو بلال خب بگو آره بو بلال میاد. واقعا احساس میکنم که آره انگار رد نمیشه چیزی. ببین الان داره سوراخ میشه. آدم واقعا تو این همچی حرارتی میمونه نمیمونه آتیش اینقدر مستقیم بهت بزنه.
بمب اتم مگر اینکه ها؟ آره مثلا بمب اتم زدن سریع آناناسا رو اینجوری بیار بچین جلو خودت. آره. میوه فروشا زنده میمونن. چه بال اینجا داره میسوزه. من ندیدم. آقا فهمیدیم کاملا سالمه. اصلا عین خیالش نبود بچه‌ها. یه برش هم نی. داغه ولی. داغه آره ولی اوکیه به نظرم. فکر کنم اگه رو دستمون هم می‌ذاشتیم آفرین. سالمه. این لایف هک واقعیه. آفرین. اگه ما خواستی با اژدها مبارزه کنی یه لباس از آناناس بساز. دقیقاً همین. اجدهای آفرین. ضایع میشه. آره مثلا میگم چیز دیگه بیا آتیش بزن. بگو من مرد آناناسی ام. بیا. اگه اجدها هم بخورت توش میسوزه. چرا؟ آناناس میسوزونه دیگه. آناناس آره آفرین. یعنی با آناناس هیچ وقت بچه‌ها مبارزه بریم نکنید. سراغ بعدی. چون میباره. بعدی خیلی باحاله. بعدی من در جریان نیستم چیه بریم؟ قرار سرمون بیاری. قبلی که ما تخم مرغ شدیم این که میسوخت. حالا سومی دیگه خدا به خیر کنه بچه‌ها. بزن بریم. خیلی خوب. دیگه بچه نشانه اعتراضم بود به اتفاقات اخیر. من برام عادیه چون فهمیدم چه غلطی میخوای بکنی. من برام کاملا طبیعیه این رفتارت. برای من ولی اصلا طبیعی نیست تخم مرغ بیاری بریزی رو من. بریم بعدی رو ببینیم. بله ببینش. بچه شاید شما فکر کنید من پشمام از این ریخته ولی من پشمام از اون چیزی کنارش بود ریخته بود. یا بیارشون الان میارم قرمز شیرین. حالا میخوایم ما این چیکار بکنیم؟ خریدیم. این از جزء همون ویدیوهایی که آدم میبینه و واقعا نمیکشه. گشادی میکشه واقعا میاد چه چیزی تست میکنم ولی الان من تست میکنم. حالا موضوعش از چه قراره؟ دیدیم دیگه هندونه رو اینجوری گذاشتن نوبتی کش میدادن تا زمانی که هندونه بتره که میخوایم ببینیم آیا کش اینقدر قدرت داری هندونه رو بتره کنه. من که میگم یارو وسطش اومده مثلا یه تسمه کمربندی چیزی اینجوری انداخته کشیده. من احساس میکنم میشه. این باباش در اومده تا چیز شده کشه دیگه بالاخره. به همچین تره کنن همچین هندونه چقدر کش لازمه؟ ما یه جاکش چیز داریم. درست میگم واقعا اسمش جاکش. درست گفتی. جاکشیه کلی هم داریم بچه‌ها. این همه کشو از کجا پیدا کردیم؟ 450 تا کش آره واقعا نمیدونستم کش بسته بیشتره باور کن. من واقعا فکر می‌کردم کشو تو روزمرگی بعد همجوری تو روزمره دست بین دست آدما میچرخه. نمیدونستم کش می‌فروشن. اصلا کی کش داد بچه‌ها داره کسی بره کش بخره. اصلا آره واقعا خیلی جالبه. حالا الان ما داریم. آفرین چقدر کش اولو کی بندازه؟ تو بنده اوکی. بیا خب یکی اون یه وقت جوری متعادلش بکنیم. وایسا چیز بکن. ایده ببین خلاقیت باید داشته باشی. چسبه این پهنا میذاریم این زیر تعادل اینو نگه داره. دیدی؟ چسب پهن نداریم. دارم من فکر کنم. داری باریکلا. بده. حال کردی حاجی اسپایدرمن. من فکر کنم میخواد تو صورت من. باریکلا به این ایده. برو اولی رو برو. امیدوارم همه این کشا تو این ویدیو خراب شه مگه من دیگه امنیت جانی ندارم بچه‌ها. نیما اینجوری منو میزنه دیگه. تو نزدی من زدم. برو بریم. بیا دوتا چند تا بندا. نه بیا ببینیم با چند تا کش آخر میشه. خب الان 4 تا شد. 4 تا اوکی. جمع بزن دیگه. دوتا بندا جمع بزن. میزنم وایسا. تو ببین چند تا میذاری. تو منو با کش میزنن دوستان. بله. تو ببین نیواد نمیگه بله. خفه شد دیگه بابا. میگه بله. لا اله الا الله. فیلم نده اینو میکنیم توت. نه آره دیگه نه آفرین. تو خب مال خودتو بشمار چند تا کش میذاری بعد من میشمارم با هم جمع میزنیم اوکی؟ میدونم کار سختیه برات ولی خب من میگم 6 تا بگو 8 بعد میگیم 10. نه دیگه تو مال خودتو بشمار. من یه ممکنه 2 تا بزنم یه ممکنه 3 تا بزنم حسابش دست. چند تا؟ 4 تا 5 تا. 2 تاشو بگیم تو 2 تاشو بگیم من بعدیشو برو. باشه اوکی. من یادم رفت چندمی بودین. خاک تو سرت کنن حاجی الان اولشین. حرف میزنی انقدر. من یادم میره حرف بزنی. این میگیم 10می. این 10می بود این میشه 12می دیگه. 4 تا کشو با هم وا کردم زورم نرسید. این هندونه فکر کنم میترکه حاجی. آره منم مثل حاجی یه خورده قور شده. ولی چه جوری میترکش خیلی باحاله. فکر کنم یوها اینجوری بگه قورت مثلا له شه. من تو فیلم‌ها دیدم اینجوری میترکه. خب بیشتر از حد توان بر ندار داداش.
الان هندونه داره میگه من این آدم وا کنید بخورید دیگه. دیوونه بازیات چیه؟ یه تو فکرش بود بزرگ شم هندونه قرمز شم آبدار شم، نمیدونست گیر ما میفته. به نظرت با کله میشه هندونه رو شیکون؟ با کله‌ای که مغز نداشته باشه آره داشت. با کله‌ای که مغز داشته باشه محکم‌تره. نه جمجمه راحت‌تر میتونه بشکنه. برای نگاه که توش گچه. آره دیگه. بچه‌ها اگه لایک های این ویدیو به 25 کی برسه نزنی ها لایک های بیشتری انجام میدیم چون من خیلی سوال برام هستش که چه اتفاقی میفته کلا خیلی ویدیوهای دیگه هست. منم سوال اینا چیزی میشه. لایک های این ویدیو به 25 کی برسه دوست داشته باشین ما پارت های بعدیش هم میگیریم. من احساس خطر دارم الان پیش این هندونه. آها بچه یه ایده دادم نیما پشما شیخ. یک عالمه کش بر میداریم چون زوره یه نفر نمیرسه همه دوتایی با هم میکشیم. برو در بره یعنی میخوره چش و چالمون خور میشیم. یه موقع دیدی دره فقط چشام احمق تو ول کردی دوش دستو بکش دیگه. یا علی بیشتر ما داریم چه میخوریم دستم نیما دست منم دست منم دست هندونه قشنگ داره دو قسمت میشه. ببین دیدی سلول میخواد تولید مثل کنه؟ نه اینجوری یه چی میره توش بعد یه دوتا میشه. یعنی داره مثل سلول دوتا میشه. نه بابا سلولا اینجوری زیاد میشن دیگه. اینجوری این میشه دوتا اون میشه دوتا دوره هم هی دو برابر میشن. باش جهان هستی و بچه‌ها شما میتونید توی این لایف هک ببینید. نمیدونم این لایف هک به چه دردی میخوره. اصلا این لایف هکه؟ نه این آزمایش حساب میشه. ای دستم. چه هندونه قرار بکنیم دو تا هندونه، یکی مال من یکی مال نیما. حاجی نه یه صدایی شنیدم. اولین بار کدوم آدم بیکاری اومده گفته که ما این کارو کنیم؟ حاجی به قرآن صدا ترک روش داره میاد. یه بار گوش بده. گوش بده ببین صدا. نه تو گوش بده من شنیدم اینجا. گوش بده جدی بیا ببین. تویی؟ آره؟ قربونت برم من. قربونش برو ببینیم بابا. منی تو. آقا وایسا من دارم آب میشم. تو کره ای آب میشی. یه وسیله هم میتونی با این درست کنی. اینجوری بندازی اینجا. خورد تو دست خودم. بیا بابا فلج بیا. چرا جدی بیا نمیشه؟ خب ول کن. شو. بیا. آها حاجی به قرآن داره میترکه. من داره دردم میاد این چرا نمیترکه؟ آره. وای پشمو. حاجی چرا اینجوری ترکید؟ خیلی باحالو بزن قدش. ایوه ریزش شد به آناناس تخم مرغ هندونه حاجی قرمزی شو. هندونه رد میدم واقعا ازت ممنونم که انقدر شیرینی. های هندونه است حاجی همش رو میخورم خیلی خوشمزه است. بچه‌ها اینجا رو بچه‌ها توش هندونه گیر کرده. پشمام اینقدر عجب هندونه‌ایه. بچه کشاش اشتباه بردم 750 تایی بود فکر کنم نزدیک 340 تا کش بود انداختیم. بچه‌ها این بعد هندونه‌هاتون تو خونه اینجوری درست کنید تر بزنید به همه جا تا یه سال بعد هندونه جمع کنید. بریم نوبت بعدی بریم.
خب بچه‌ها بعد از اینکه دیگه داریم میرینیم به خونه تصمیم گرفتیم یه چیز یکم رو هوا بیسیک‌تر برینیم. و ساده‌تر انجام بدیم که نهایت خونه آتیش بگیره. حالا خب. میارم بچه‌ها میبینم. آره. بچه‌ها من از بچگی یه چیزی بود که خیلی دوست داشتم انجام بدم ولی هیچ وقت انجام نمیدادم. بچه‌ها من یادم نمیاد خب ولی فکر کنم تو کتاب آزمایشی بله، بود. پنجم یا نهممون بود. توی کتاب مدرسه‌مون بود ولی معلم من هیچ وقت آزمایش‌ها رو انجام نمیداد، به جاش درس میداد، ازمون امتحان میگرفت. این معلم رو مخا آره. که آزمایشی که داریم اینه که بچه‌ها نیوا تو کاره درست کردنی و نمیدونم الان مثلا با این یه کاری میکنه مثلا حکم آرمیچر داشته باشه، این قابلیت و مغز اینو محو میکنم بچه‌ها. اون باید یه قابلیت دیگه ای داشته. نیما یاد گرفتم. آزمایشو میخوای توضیح بدی؟ بله. بفرمایید. روالش به این صورته که اول باید اینو وا کنی، این باید واشه به این صورت، این چایای توشو خالی کنی. با اینا میشه بعدن چای دم کرد؟ نه. چرا؟ اینا زود دمه، اینا میریزی رو چایی، بعد روی چایی سطح چایی معمولا بالا میاد، بعد میخوریش، بعد میشه. بیا این تاشو قیچی کن. قش سر و تاشو صاف ببر. آها. کلا به نیما. آقا بوی چایی تو رو های نمیکنه. داش بوی حاجی چای احساس چرا می‌کنم- باید منو هایی کنه؟ من الان فهمیدم چی گفتی. نه. کن. آره چای بوش باحاله. این منظور قشنگ آدم بیدار میشه مغزش. باید اینجوری به شکل احساس یک می‌کنم داری رول می‌کنی. مکعب در بیاری. به شکل یک مکعب در بیاری. حاجی من یادم نمیاد. خب من رفتم PDF کتاب علوم دانلود کردم اینو ببینم بعد چیکار کنیم. بعد آتیش میزنیم. چه فرقی بالا میفته رو لباس من میسوزه. جان مادره. بعد میره. جان مادره. میره ناکن. میره رفت. ان تو کلتون. من یه بار امتحان کنم. بکن. فکر کنم بده منم میدونم دیگه باز کنم. حرکتی رو کم انجام بدی. نه. شاید از زیر میسوزوندیم میاد بالا. نه بابا. من اینو انجام میدم تا بشه. میدونی تمام بچگی من میره زیر سوال. مجبوری بریم اون دوران یه بار دیگه بخونی از آره اول. میرم به معلمم فوش میدم. شاید با کج ببریم ها. چه ربطی داره حاجی چی میگی؟ او فیزیک خیلی پیچیده ایه. مثلا میبینی بی ربط ترین چیز بیشترین تاثیر داره. ببین یه دونه بعد این ورش بزنی یه دونه این ورش. این آتیشش بکنم خیلی تنده. یا مثلا شاید قدیما چون جنسا خیلی خوب بوده اینا میرفته هوا، الان که جنسا خیلی آشغال شده اینا نمیره هوا ها. تیبگ دیگه، تیبگ و جنسشو دیگه یه بعید. جدی از پایین آتیش بزنیم ببینیم چه تاثیر. میخوای رو هوا نگهش دارم شاید بره. عالی. یا اول نه این واقعا بالا برا نیست. تمام فانتزیای بچگیم داره بچه‌ها به میره. بالا بزنی. این دیگه نره بالا دیگه همش خرابه دیگه. همش خرابه. من چی دیگه؟ آفرین. چی بودین؟ آموزش پرورش چرا چیزای الکی میذاری تو کتابا بچه‌ها رو؟ نه شاید ما یاریم اشتباه. میدونی من بچگی آرزو داشتم اینو انجام بدم اینا واقعیه یا نه؟ بریم بعدی. بریم سراغ آزمایش بعدی. من که ناامید شدم، امیدوارم تو ناامید نشی. اینم فانتزی بچگیاته یا نه؟ حاصل ذهن من. نه این فکر کنم واسه ذهن مریض الانته. فانتزی بچگیت نیست. سایز بزرگتراش هم بود. چرا اونا رو نگرفتی؟ اونا دیگه به در تو میخورد. من همین قدر. خب اگه گفتی میخوایم چیکار بکنیم سایز بزرگتر شد میگرفتی برای چیزی که من تو ذهنمه. میخوایم شمع خاموش رو بدون اینکه به شمع کاری داشته باشیم روشن کنیم. وای چه کار عجیبی. خب داش شمع با فندک روشن میکنن دیگه. توف میخوای کنی روشن شه چیکار میخوای کنی؟ خب ملنگ میگم عجیبیش همینه دیگه، بدون اینکه به شمع دسترسی داشته باشی شمع میتونی روشن کنی. یعنی چی؟ ما در وهله اول میخوایم این کارو بکنیم. اول شمع رو آفرین. آجی کرمم گذر. من همیشه شمعای کیک تولد یکی دیگر من فوت میکردم. همیشه بابام اینجوری یقم میگفت بیبارو اونور وایس من اونتا اینجوری فوت میکردم. من جای بابات بودم نمیدونستی چی کارو میکردم. بابات خیلی تحمل داره. میکرد ولی خب باز من جواب نمیداد میدونی. یه دقیقه سانسورای مورد نیاز انجام بده. یه دقیقه نکن بذار با کارم. آفرین. یا اول بعد همین کارو میکردم. بیا تازه اینم روشن نمیشه الان ها. اون انو بدین به من. با من بد صحبت کردی اون حال تو گرفت. این راهش نیست. تو که اونو داری دیگه بگیر اینو ذوب کن دیگه. خودتو اذیت نکن. بابا اصلا الان جز آزمایش نیست این. میدونم میخوای اینو اینجوری کنی که شمعو بذاری روش. آفرین تو بالاخره تونستی هم مغزت استفاده کنی بچه. الان فوت کنم میچی که الان رو دستت میسوزی یا
فوت کن. الان جدی فوت کنم؟ بهت میگم فوت کن دیگه آدم باشی خورده. حالا آدم موقع که میگم فوت کن. فکر کردم مثلا تله چیزیه. یا الان شمو میبینی؟ آره. این بالا من میخوام آتیش بزنم. نه دیگه فیلم اندیه مگه. نه بابا روشن نشد. چرا اینجوری شد؟ با کبریت به نظرم باید بزنی نه با اون. باد کولر به نظر تاثیر داره. کولر رو برو خاموش کن. کولر رو برو خاموش کن. خب الان کولر خاموشه، هیچ باد مزاحمی نداریم. خب به غیر از تو البته. هوا ایجاد نکن. خب باش. هوا ایجاد نکن. جمله تو هم میگی نمیکنم. آجی جمله اشتباهه. هوا ایجاد نکن. هوا ایجاد باد ایجاد. هوا رو من یه آدم ایجاد میکنه. من الان مثلا این تاثیر داره. واسه نکن خفه شو. خب باش بیا من اصلا هیچ کاری. میتونی اصلا؟ گفتی باد ایجاد نکن دیگه. یه دقیقه بمیر. باش. ممنون. بمیرم روحم میتونه مثلا بلند شه فعالیتایی که می‌خواستم انجام بده یا نه؟ ناموسن یه دقیقه خفه شو. خب اینا ببین نصف نیمه حرف میزنی. حاجی باور کن داشت میشد. یه دقیقه آتیشت زود خاموش شد ولی به نظرم میشد. داشت میشد یه دقیقه. خب وایسا. احساس میکنم میشه. نه نیما داداش سریع‌تر بیار. بیا پایین. دیدی تونستی؟ آفرین باریکلا. حالا بیا ببینیم این شم توی چند ثانیه آب میشه. واه! اصلا لاغر شد شمه. با این میتونیم بریم یه شمع دیگه بسازیم. شمع داره میگه آی زنم. چقدر پارافین. اینو میتونیم توی قالب بریزیم شمع بشه. میدونستی؟ بله. دست از سرم بردار، من مریضم، من کمخونی دارم، ببین من غوره دارم، گلوگول سفید دارم، کوفت زهرمار دارم، هر روزا باید برم امارا. ولم کن دیگه. بس دیگه. باشم. حالا اینو آتیش بزن روشن شه. آفرین. بیا دیگه عشق کن دیگه. الان بزن قدش. بوریا. آیپک. بچه‌ها اگه این ویدیو لذت برده بودی قربونتون برم. عشق منی دفعه. حتما تو کامنت ها بهمون بگین که پارتای بعدیشو بگیرم. خیلی آزمایشای دیگه مونده. خیلی سم دیگه بچه‌ها ما تو زندگی دورتون میگیرم. مرسی تا اینجا ویدیو همراه ما بودید. قربون تک تکتون برم من تا ویدیو بعدی. همینجوری شد. پانرژی و خفه بمونید. بچه‌ها ریدش. باید مبل تو عوض کنی هم فرش تو همین میزه رو. ببریم اینا رو. خیلی باله.